دوستان، خوش آمدید به شبکه CBSTGK. امروز یک خبره یک ماده که در امریکا است امروز با دوشنبه یعنی اومده رسید. چورنه پیاتنیتسه میگویند، یعنی جمعه سیاه. در این وقت در همه مگزین ها، یعنی در بسیاری مگزین ها، سوپرمارکت ها، بازار ها نرخ ها از 20 تا 80% ارزان میشد. البته در بسیار جا این فریب در روسیه روشن داره. ما در خود مسکو هفته گذشته همین رو دیدیم. پیشکی نرخ رو برداشته سانی روزی هم چورنه پیاتنیتسا شنبه گشته پس کردن، لیک از نرخی همه روزه که بود برابر قیمت رفت. برای همین من امروز دوشنبه هم میشده است. حاضر خبر را خوندم از آزیا پلیوس. کنی کی فکر داره، چی فکر داره در این باره؟ کی در دوشنبه است بعدی همین کارها میتواند در کامنتار یعنی در تگ ویدیو نویسید چی بود، چی خیلی گذشت. تمام بخشش برای ثبت پست، چون که یک مش خودم گریب دویم میکروفون ندارم. سلامت باشد، آبونه شوید، زنگ بچه را جقید، فکری خود را در تگ همین ویدیو نویسید. خیر، سلامت باشد، در پناه الله همه خیر. تا باز.